حکایت نجسترین چیز دنیا. گویند روزی پادشاهی این سؤال برایش پیش می آید و می خواهد بداند که نجسترین چیز در دنیای خاکی چیست. برای همین کار وزیرش را مأمور می کند که برود و این نجسترین ها را پیدا کند و در صورتی که آن را پیدا کند و یا هر کسی که بداند تمام تخت و تاجش را به او بدهد. وزیر هم عازم سفر می شود و پس از 1 سال جستجو و پرسجو از افراد مختلف به این نتیجه رسید که با توجه به حرفها و صحبتهای مردم باید پاسخ همین مدفوع آدمیزاد اشرف باشد. عازم دیار خود می شود. در نزدیکی‌های شهر چوپانی را می بیند و به خود می گوید بگذار از او هم سوال کنم، شاید جواب تازه‌ای داشت. بعد از صحبت با چوپان او به وزیر می گوید من جواب را می دانم اما یک شرط دارد و وزیر نشنیده شرط را می پذیرد. چوپان هم می گوید تو باید مدفوع خودت را بخوری. وزیر آنچنان عصبانی می شود که می خواست چوپان را بکشد، ولی چوپان باز به او گفت تو می توانی مرا بکشی اما مطمئن باش پاسخی که پیدا کرده ای غلط است و تو این کار را بکن. اگر جواب قانع کننده ای نشنیدی من را بکش. خلاصه وزیر به خاطر رسیدن به تاج و تخت هم که شده قبول می کند و آن کار را انجام می دهد. سپس چوپان به او می گوید کثیف‌ترین و نجسترین چیز دنیا طمع است که تو به خاطرش حاضر شدی آنچه که فکر می کردی نجسترین است را بخوری.